السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر محمد انصاری، الله شما را جزای خیر دهد که مشکلی برادرای ما و همه مردم جمهوری تاجیکستان که امروز داغ علم دارد این صحبت را میکنید و من میخواستم یک سوال برای شما بدهم که وسال حق که او خودش که یک کلمه زیباست، موضوع زیباست که میخواهیم همین نه اینکه روزهای چهارشنبه میخواهیم که زیادتر شود. اگر فرصتی باشد که مهاجرای ما در روسیه و در اروپا و دیگر جاها چیکار بکنن، یعنی که بهره بگیرن، از حالت تاجیکستان با خبر باشند و زیست و زندگانی اونها را بهتر کنیم و خواهران ما، مادران ما که بیچاره هایی که از خانه هاشان بیرون نمی برایند که یک مشکلی که پیدا شود که آنها سطرهاشان را پوشند و در خدمت فرزندهاشان باشند. به خاطر همین الله شما را در این راه حق نگهبان باشد و چی مراد و مقصود که دارد به مردم تاجیکستان، خصوصا به جمهوری مردم تاجیکستان، خداوند نصیب بگردند. آمین.